سلام بچه ها. کلی زحمت کشیدم تونستم ماشین زمان از آزمایشگاه قرض بگیرم واسه درس تاریخ ادبیاتتون. این جلسه مولویه. کی حاضره بره زمان مولوی سر گوش یاد بده؟ من برم. احمدی آماده ای؟ بله. اینا چیان؟ آقا اونجا فقط کفتر خرید و فروش میشد. نمیدونم چجوری تو همچین محیطی شاعر پرورش پیدا کرده. احمدی شما به جای زمان مولوی رفتی خیابون مولوی. دقت کن با دستگاه درست کار کنی. شرمنده ام آقا. استاد ما بریم. باشه قنبری. قنبری حاضری؟ بله آقا. خب چی شد؟ آقا داشت چند تا کتاب می نوشت. دیگه زیاد مزاحم نشدم اومدم بیرون. چه کتابایی می نوشت؟ خیلی یادم نیست. شما رو فرستادیم تحقیق کنی یا؟ خب یادم نمونده خیلی. حالا هر چی یادته بنویس پای تخته واسه دوستات. اولی فکر کنم بستنی معنوی بود. دومی فیل فامیل. بعدش غول‌های شمس. بعدی مکابیز فکر کنم. آخری هم مجالس صحنه. آها. این چرت و پرتا چیه؟ آقا خودشه. خود مولویه. اولا این بستنی نیست و مثنویه. دوما فیل فامیل نیست و فیه ما فیه. سوما غول‌ها نیست و دیوان شمسه. چهارما مکابیز نیست و مکاتیبه. همون. پنجما مجالس صحنه نیست و مجالس سبعه است. متوجه شدی پسر؟ بله. آقای مولوی شما که تا اینجا اومدین حالا یکم از کتاباتون واسه بچه‌ها بگین. ببینید فیه ما فیه نثر روان و ساده داره با مضامین اخلاقی و اجتماعی و عرفانی و دینی. بستنی چی؟ بستنی و کوفت بذارم. مثنوی. همون. اون کتاب شعره. 26,000 بیت شعرم داره که 18 بیت اولش اسمش نینام است که خیلی معروفه. آخرین نکته کسی میدونه مصحح مثنوی کی بوده؟ آقا آرنولد بوده فکر کنم. آرنولد چیه؟ مگه ترمیناتوره؟ اسم اون آقا رینولد نیکلسونه. همون. شما؟ من عطار نیشابوریم. اومدم کتاب اسرارنامم رو به مولانا هدیه بدم. عزیزم، عشقم، چه صحنه رمانتیکی. بریم. بچه ها جلسه بعد میخوایم رابعه بنت کعب رو بگیم. برید یه استراحت بکنید برگردید.